وقت بخیر، خوش آمدید به خبرهای مهم این هفته ما با من امیرا محمدی از چینل وقت میدیا. اعلامیه امارات اسلامی افغانستان در مورد کمک بر زلزله زدگان ترکیه و سوریه. امارات اسلامی افغانستان یک بار دیگر مراتب تسلیت خویش را با مردم مسلمان ترکیه و سوریه به خاطر زلزله شدید اخیری که تلفات جانی و خسارات انگفت مالی در پی داشت که آمار تلفات آن در حال افزایش است، برای همدردی بشری و اخوت اسلامی کمک 10 میلیون افغانی زلزله زدگان را با ترکیه و 5 میلیون افغانی را با کشور سوریه اعلام کرده است. قابل یادآوری است که تیم‌های نجات و صحی امارات اسلامی افغانستان نیز در حالت آماده باش اند که در صورت نیاز در عملیات نجات سهم گیرند و همچنان وزارت امور خارجه به دیپلمات خویش در ترکیه هدایت می‌دهد که از هر گونه امکانات خویش برای کمک زلزله زدگان دریغ نورزند. برای اولین بار برنامه کار آزاد در ولایت بلخ حدود 100 تن از جوانان فارغ گردیدند. این برنامه که در افغانستان برای اولین بار برای انداخته شده است، در بخش کار آزاد برای مدت بیشتر از یک ماه آموزش فنی و تخصصی دیدند که مراسم فراغتشان برگزار گردیده است. شیخ شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم میگوید در کمتر از یک سال گذشته حدود 30 میلیون افغانی از معادن نفت قشقری به فروش رسیده است. ریاست زراعت آبیاری و مالداری ننگرهار میگوید دو پروژه آبرسانی به ارزش 10 میلیون و 700 هزار افغانی در ولسوالی‌های مامندره و غنیخیل این ولایت تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. به گفته این ریاست ساخت 500 متر کانال آب و 450 متر دیوار استنادی شامل این پروژه ها می شود. مسئولان محلی غور میگویند نیروهای امنیتی یک کارگاه مواد مخدر را در ولسوالی لعل و سر جنگل این ولایت کشف و از بین برده است. به گفته این مسئولان یک موتر مملو از مواد مخدر نیز در ولسوالی شهرک این ولایت کشف و ضبط شده است که در پیوند به آن 6 تن بازداشت شده‌اند. این بود خبرهای مهم این هفته که از چینل وقت میدیا تقدیم شما کردیم. تا خبرهای مهم هفته دیگر شما را به الله پاک میسپارم. وقت خوش. الله حافظ.